تو اخبار هوش مصنوعی این هفته مدل جدید ساخت تصویر چت جی پی تی که میتونه تصاویرتون رو خیلی خوب ادیت کنه رو با هم بررسی میکنیم، یا حتی مدل جدید ساخت تصویری که میتونه تصاویر فوق العاده با کیفیتی براتون بسازه و از فلاکس کریا یا حتی فلاکس کانتکست و حتی کوئن میتونه تصاویر جذابتر و واقع گرایانه تری براتون درست کنه، یا حتی مدل جدید شرکت علی بابا که میتونه ویدیوهایی با حرکت موس شما روی تصویر درست کنه و اون جسم یا اون شخصیت رو داخل تصویر تبدیلش کنه به یه ویدیو فوق العاده جذاب و باحال، یا حتی مدل جدید شرکت کوئن که میتونید از این به بعد لوراهای شخصی خودتون رو برای تصاویرتون بسازید و اینجوری تصاویر فوق العاده با کیفیت‌تر و حرفه‌ای‌تری رو درست کنید. بیایم بریم خیلی سریع اخبار هوش مصنوعی این هفته رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب بچه‌ها، همونجوری که بهتون گفتم، اوپن ای آی اومده مدل جدید خودش رو به اسم جی پی تی ایمیج 1.5 معرفی کرده که تصاویر فوق‌العاده‌ای رو میتونه درست کنه و یه جورایی رقیب اصلی نانو بنانای پروه، به خاطر اینکه تصاویرتون رو خیلی خوب و جذاب میتونه بچه‌ها براتون ادیت کنه و مثلا تو هر زاویه یا هر شکل و شمایلی که بخواید اون تصویر رو براتون ادیتش میکنه. مثلا میتونید بذارینش کنار یه شخص یا یه شخصی رو از داخل تصویرتون حذف کنید، یا حتی یه جسمی یا یه گربه یا یه چیزی رو داخل تصویرتون اضافه کنید. مثلا اینجا بچه‌ها تصویر 2 مرد و یه سگ رو داده و گفته که بیا کنار حالا همدیگه قرارشون بده و یه همچین تصویر جذاب و باحالی رو اومده درست کرده. یا مثلا اینجا بچه اومده این 2 نفر رو حالت انیمیشنی کرده و این شخصیت همچنان همین حالت رو داره. می‌بینیم که چقدر خوب و دقیق تونسته این کارو بکنه. این بچه‌ها رو هم به اون تصویر اضافه کرد پشت سرشون. یا مثلا این لباس رو داده، گفته که تن هر ستاشون کن. ببینید همینجوری با نوشتن پرامپت‌های خودش ذره ذره عکس رو اومده ادیت کرده. پایین‌تر هم بیایم کلا اومده این صحنه معروفیه که معمولا اوپن ای یه مدل جدید که میده توی این اتاق میشینن و اون مدل رو راجبش صحبت میکنن. حالا یه همچین تصویری رو هم اومده خلق کرده، لایو استریم مثلا اوپن ای با هم باحال. بچه‌ها حتی میتونه براتون کاور هم بزنه. ببینید اینجا مثلا تصویر این 2 نفر رو داده و یه همچین تصویر کاور جذابی رو اومده خلق کرده. واقعا بی‌نظیر و فوق‌العاده است. برای اینکه هم بتونید ازش استفاده کنید کافیه بیاین توی چت جی پی تی خودتون. ببینید من الان حساب رایگان رو دارم اینجا و کلا اینجا ببینید نوشته فری، حسابم رایگانه. میام تو قسمت ایمیج و اینجا میتونم تصاویر خودم رو از این به بعد بسازم خیلی راحت. بچه‌ها من این تصویر خودم رو دادم به هوش مصنوعی. این تصویری هم که با هوش مصنوعی ساخته شده رو دادم دوباره. براش گفتم این 2 مرد رو کنار هم دیگه توی پارک نیویورک درست کن. ببینید یه همچین تصویر جذاب و باحالی رو اومده درست کرده. اینجا صورت من رو خوب آورده، یعنی مثلا نوع ابرو، چشم یا حتی مثلا لب و دهنم رو آورده. یه ذره متفاوته اما تصویری که من داده واقعا جذابه. چیزی که برای من مهمه، ببینید این تیشرتی که توی تصویر اول تن من بوده دقیقاً تونسته همون رو بیاره. حتی یقش رو ببینید یه ذره اینجا یقش درست وای نساده و همون رو آورده اینجا و به همون جذابی و باحالی درستش کرده. بعد بچه‌ها بهش گفتم زاویه از بالا به پایین این تصویر رو درست کن و مرد به دوربین نگاه کنه. ببینید همون تصویر رو اومد بالا به پایینش رو درست کرد و داریم به دوربین نگاه می‌کنیم، انگار که دارم سلفی میگیرم با تصویرم. واقعا جذاب و فوق‌العاده است. خیلی خوب تونسته درست کنه. اگه بخوام با نانو بنانای پرو مقایسهش کنم، واقعا نمره بالایی رو میدم به این مدل جدید چت جی پی تی، به خاطر اینکه واقعا خیلی خوب میتونه عکس‌ها رو درست کنه، اون کاراکتر ثابت رو هم کامل حفظ کنه. حتی تو این تصویر من احساس میکنم از تصویر قبل خیلی بیشتر شبیه منه. این تصویر خودم رو دادم بهش، میخوام براش بنویسم یه تامنیل یوتیوبی حرفه‌ای برای من درست کن و یه متن فارسی هم بگم روش بنویسه، ببینم که واقعا میتونه یه چیز خفن درست کنه یا نه. بچه‌ها نوشتم این عکس رو تبدیل کن به یه تامنیل حرفه‌ای یوتیوبی و روش به فارسی بنویس رقیب ویرانگر نانو بنانا اومد. حالا من زدم که بسازه. ببینید وقتی که از اون صفحه میزنید وارد یه همچین صفحه میشین، دقیقاً مثل چت کردن با چت جی پی تی میمونه. الان شروع کرد تصویر من رو ساختن. باید صبر کنیم ببینیم که قراره چه تصویری بده. بچه‌ها من حالا قبل از که تصویر رو بسازه ندیدم گزینه‌ای که بتونم اینجا مشخص کنم ابعاد تصویرم به چه صورت باشه، مثلا عمودی باشه، افقی باشه. حالا امیدوارم چون تصویرم در واقع افقیه، تصویر رو هم به من افقی بده که بتونم به عنوان تامنیل ازش استفاده کنم. حالا صبر می‌کنم ببینم چی میشه. بچه‌ها ببینید عجب کاور باحالی برای من درست کرد. یه همچین چیز باحالی درست کرده، کاملا مناسب تامنیل یوتیوب. ببینید رقیب ویرانگر نانو بنانا اومد.
فونتش فوق العاده عالیه، یعنی کاملا فونتای فارسی رو میفهمه. اومده دست من رو هم ادیت کرده اینجوری کرده و اینجا یه نانو به نانو هم نوشته. حالا اینی که گذاشته نمیدونم دقیقاً چیه، ولی چیز باحالی درست کرده. حالا شما میتونید ادیتش کنید، مثلا این تیکر اگه ربطی نداره خیلی یا مثلا زیاد منظورش رو متوجه نشدید میتونید تغییر بدید و بگید که مثلا از یه المان دیگه براتون درست کنه. به همین راحتی من الان یه تامنیل یوتیوبی برای خودم درست کردم. حالا اگه خلاقیت هم داشته باشم میتونم بگم که حالا مثلا بهترش بکنه، چون خلاقیت خیلی مهمه دیگه. اگه اون خلاقیت رو داشته باشین شما واقعا میتونید تامنیل‌های فوق‌العاده جذاب و باحالی رو به نظر من درست کنید. من که خیلی حال کردم، احتمالاً از این به بعد قرار کلی ازش استفاده کنم. و اما هوش مصنوعی بعدی اسمش ریل جن هست. بچه این هوش مصنوعی یه هوش مصنوعی ساخت تصویره که حالا به گفته خودشون و اون عکسایی که داخل وبسایتشون گذاشتن میتونه تصاویر فوق العاده با کیفیت و جذابی رو براتون درست کنه، جوری که خیلی کلا واقع گرایانه باشه. اینجا هم بچه اومده یه مثال گذاشته و مقایسهش کرده با بقیه مدل‌های هوش مصنوعی ساخت تصویر. اینجا فلاکس دیو رو داریم، اینجا فلاکس کانتکست، اینجا مثلا کوان ایمیج، این جی پی تی ایمیج 1.5 نیست، اینی که الان معرفی کردیم. این هم فلاکس کریا. ببینید این هم مدلیه که خودشون درست کردن. اگه بخوام واقع گرایانه بودن رو بگم از بین همه اینها میتونم فلاکس کریا رو بگم. کوان ایمیج هم بد نیست اینجا تو این تصویر و خودشون هم فوق العاده به نظر من جذاب درست کردن. ببینید تمام این تصاویر رو حالا باز مثلا میتونید مقایسه کنید. مثلا اینجا این خانومه تو این کوان ایمیج واقعا واقعی نیست، تو فلاکس کریا یکم واقعی تره، ولی توی مثالی که خودشون گذاشتن خیلی طبیعی تره. این پایینی هم دقیقاً به همین صورته. اینجا هم انواع اقسام حالا عکسایی گذاشتن که تونسته این هوش مصنوعی درست کنه و واقعاً کیفیت فوق العاده جذاب و باحالی داره. بچه‌ها بالا هم که بیام می‌بینیم که این هوش مصنوعی کاملاً اوپن سورسه و لینک گیت هابشون رو هم برامون گذاشتن و شما خیلی راحت میتونید روی سیستم شخصیتون نصبش کنید. اما در حال حاضر من احساس میکنم که مدل زد ایمیج توربو یکی از قوی ترین مدل های ساخت تصویری که میتونه با سرعت فوق العاده زیاد حتی روی سیستم های ضعیف براتون تصویر بسازه و من خودم انتخابم در حال حاضر زد ایمیج توربوه. اگه ویدیوش رو ندیدین لینکش رو میذارم این بالا، برید حتما ببینید، چون اگه سیستم ضعیف هم داشته باشین، حتی 6 گیگابایت ویرم هم داشته باشین، حتی یه جایی من شنیدم با 4 گیگ ویرم هم میتونید اجراش کنید. میتونید نسخه های جی جی اف، نسخه های بهینه شدهش رو استفاده کنید و خیلی راحت با سرعت بالا تصاویر با کیفیت برای خودتون بسازید. و اما مدل ویدیویی جدید علی بابا بچه‌ها اسمش ون موو هست. این مدل چیکار میکنه؟ میتونه تصاویر شما رو به ویدیو تبدیل کنه، با این تفاوت که مثلا موستون رو میکشین روی تصویر و میگید دقیقاً چه کاری انجام بده و دقیقاً همون کار رو نسبت به اون حرکت دست شما روی موس براتون انجام میده و خیلی هم حرفه‌ای میتونه این کار رو انجام بده. ببینید بچه‌ها اینجا انواع اقسام مثال‌ها رو گذاشته، همونجوری که مشاهده می‌کنین داره دستش رو میکشه روی موس و تبدیلشون میکنه به ویدیوهای 5 ثانیه‌ای. مثلا بچه‌ها این بالا اومده حرکت دستش رو نشون داده، این پایینم ویدیویی که درست شده. میبینید که چقدر دقیق میتونه متوجه بشه حرکتایی که شما مشخص میکنید و دقیقاً همون کار رو انجام بده. این خیلی میتونه کمک کنه بهتون در کنار مدل‌های ویدیویی دیگه‌ای که دارید و بیاین ترکیبی ازش استفاده کنید. مثلا اگه دارید یه کار مستند، یه کار فیلم حرفه‌ای درست میکنید با هوش مصنوعی، میتونید از این ابزارها استفاده کنید و در کنار همدیگه یه کار فوق‌العاده حرفه‌ای و جذاب درست کنید. بچه‌ها پایین‌تر که بگم انواع اقسام مثال‌ها رو گذاشته و حالا میتونید بیان ببینید، من لینکش رو میذارم. نکته جالبش اینه که اومده اینجا با کلینگ 1.5 پرو مقایسش کرده. این مدل پولی هست، کلینگ رو احتمالاً همتون میشناسین. نسخه پرویش که میتونه دقیقاً اون هم با حرکت دست ویدیو براتون درست کنه. و اینجا اومده مقایسش کرده و گفته که مدل ما بهتره، مدلی که کاملاً اوپن سورسه. ببینید اینجا مثلا این دختر بچه رو ببینید، بالا بهش گفته دقیقاً چیکار کنه. اون مدلیه که کلینگ پرو انجام داده، اونم مدلیه که ون موو درست کرده. همینجوری که مشاهده میکنین خیلی حرفه‌ای‌تر اومده این کار رو انجام داره. چرا میگم حرفه‌ای‌تر؟ به خاطر اینکه به دست بچه و پای بچه دقت کنید. توی نسخه کلینگ پرو سوتی داده دیگه، پاش رو آورده پایین، اون بغلی که اصلا هیچی، اون خیلی داغون تره. اما این وسطی که کلینگ پرو هست
می‌بینید که پاش یهو میاد پایین ولی مدل ون موو خیلی حرفه‌ای‌تره. یا مثلا این ویدیوی پایینی که داره چوب رو صیقل میده همچین چیزی، ببینید فوق‌العاده است، خیلی خوب تونسته درستش کنه. بچه‌ها این مدل رو روی سیستم شخصیتون هم میتونید نصبش کنید. اینجا اگر من بیام بچه‌ها هاگینگ فیسش رو گذاشته، شما میتونید خیلی راحت روی سیستم شخصیتون نصبش کنید. من احتمالاً یه ویدیو براش بسازم و آموزش نصبش با استفاده از کانفیای رو بهتون یاد بدم. اگه دوست داشتید حتما کامنت بذارید و بگید تا من ویدیوش رو براتون آماده کنم. و اما آخرین اخباری که میخوام امروز بهتون بگم بچه‌ها، مدل جدید کوئن ایمیج I2L یعنی چی؟ یعنی ایمیج تو لورا. برای اون کسایی که نمیدونن لورا چیه، لورا میشه در واقع فاین تیون کردن یه سری داده. مثلا شما ممکنه چهره خودتون رو بیاین فاین تیونش کنید، یعنی ترینش کنید و تبدیلش کنید به یک لورا. وقتی اون لورا رو استفاده کنید و باهاش عکس بسازین، با چهره شما خیلی دقت بالا میتونه اون عکس رو بسازه. هر چقدر هم دیتای بیشتری رو فاین تیون کرده باشین، یعنی ترینش کرده باشین، لورای فوق العاده با کیفیت‌تر و حرفه‌ای‌تری رو دارید. حالا کوئن اومده یه مدلی رو داده که به شما اجازه میده بیاین عکسای خودتون رو در واقع فاین تیون کنین، ترین کنین و تبدیلش کنید به یک لورا. بعدش میتونید مثلا توی کانفیگای خودتون ادش کنید، با استفاده از مدل کوئن تصاویری بسازید که میخواین با اون استایل شما باشه. مثلا بچه‌ها اینجا بخوام بیشتر براتون توضیح بدم، این اینپوت ایمیجش این بوده، ببینید این عکس‌ها رو داده و فاین تیونشون کرده، ترینشون کرده. مدلش حالت اینجوریه دیگه، حالا حالت وکتوره و عکسایی که اومده ساخته با استفاده از اد کردن این لورا تبدیل شده به همچین عکسای جذاب و باحالی. یعنی میتونین باهاش همچین چیزی درست کنین. وقتی این لورا رو اد میکنین، مثلا وقتی می‌نویسین کتی که براتون گروهی که براتون درست میکنه دقیقاً حالت وکتور داره و میتونه اینقدر جذاب و باحال باشه. یا پایینتر مثلا این 4 تا عکس رو داده و تبدیلش کرده به این. جالبیش اینه بچه‌ها، این مدل مثل اینکه خیلی خوب میتونه عمل کنه تو ساخت لورا و حتی شما میتونید یه دونه تصویر بهش بدید که براتون ترین کنه و حتی با یه تصویر هم کار میکنه. اما اگه واقعا کیفیت خیلی بالا میخواین، مثلا چهره خودتون رو داشته باشین، حتما باید تصاویر خیلی زیادی بدید. حداقل مثلا 15 تا 20 تا تصویر از چهره خودتون رو بدین. من حتما یه ویدیو آموزشی برای نصبش و استفادهش درست میکنم و داخل کانال میذارم. اما اینجا مثالای مختلفی گذاشته و جالبتر از اون بچه‌ها، من اگه بیام بالا اینجا میبینم اسپیس های خیلی زیادی هست. روی یه دونهش اگه کلیک کنم من میتونم آنلاین برای خودم اینجا لورا بسازم. البته که محدودیت‌های خودش رو هم داره، اما شما میتونید اینجا مثلا بیاین یه تصویری بدید و بگید که لورا رو براتون درست کنه. ببینید اینجا میتونید لورای مورد نظرتون رو درست کنید. این پایینم میتونید با همون لورایی که درست کردین مثلا تصویر بسازید. اینجا میتونید لوراتون رو دانلود کنید. خب بچه، من اینجا 5 تا تصویر از چهره خودم رو دادم و میخوام لوراش رو برام درست کنه. اینجا روی جنریتور لورا میزنم، ببینید این بغل داره خیلی سریع برای من لورا رو درست میکنه. سرعتش فوق العاده بالاست. البته فکر نمیکنم با 5 تا تصویر من بتونه تصویر جذاب و باحالی از چهره من رو دوباره بازسازی کنه، اما خب حالا میخوایم تستش کنیم دیگه. ببینید الان میتونم بزنم اینجا و لوراش رو دانلود کنم و برم روی سیستم شخصیم استفاده کنم. ببینید فایلش هم شد 281 مگ. حالا من کنسلش میکنم. میخوام بیام با همین لورایی که ساخت یه تصویر بسازم. نوشته که من در حال گرفتن مثلا ماهی روی قایق. روی جنریت ایمیج میزنم تصویرم رو بسازه. حتی ببینید بچه‌ها ساخت تصویرش از ساخت لوراش داره بیشتر طول میکشه. این مدل جالبیش اینه که خیلی سرعت بالایی داره برای ساخت لورا و احتمالاً چون میتونید تعداد کمی عکس بهش بدین، روی سیستم های کارت گرافیک پایینتر هم بتونید اجراش کنید. حالا موقعی که خواستم نصبش کنم همه این موضوعاتش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب بچه‌ها یه همچین تصویری درست کرد. همونجوری که میبینید اصلا شبیه من نیست، چون گفتم بهتون با 5 تا تصویر نمیشه لورای خوبی درست کرد. اگه از این لوراها میخواستم درست کنم مثلا استایل داره میشد، یعنی چیز خوبی در میاد. اما چون چهره من هست باید تصاویر خیلی بیشتری بدم، حداقل 15-20 تا تصویر باید بهش بدم. اما اگه بخوام یکم دقت کنم، ریز بشم روی تصویر، میبینم یه حالتایی از چهره من رو داره. مثلا نوع نگاه کردنش و چشماش یکم شبیه من هست. یعنی خود من که دارم میبینم میگم این تصویر اصلا شبیه من نیست، اما وقتی ریز میشم روش میبینم یه سری از قسمت‌هایی از صورتش یکم شبیه من هست که برای همون 5 تا تصویر دیگه اون شباهت ریزش. اما به همین راحتی شما میتونید لوراهای جذاب و باحال درست کنید و ازش استفاده کنید. اگه با اخبار هوش مصنوعی این هفته هم حال کردین، حتما ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که نظرتون رو هم برام بنویسید.